تو انگیزه و نیتتو نیکو و حسن بکن، خود به خود فرکانس های تولید میکنه که منعکس میشه تو چهرت. سبحان الله. و نیت های پلیدم منعکس میشه تو صورتت. دیلی که پر از عقده هست، فکری که منحرفه، تو صورتش هم منعکس میشه. پس هر کار خوبی یک حسنی تولید میکنه و خداوند اسم اونو گذاشته حسنه. از حسنه، ثمره یک کار خوب، یک نیت خوب، یک انگیزه خوب، یک فکر خوب، یک رفتار خوب، یک تعامل خوبه. شما وقتی مثل یک نفر فکر میکنید، مثل یک نفر عقیده دارید، 24 ساعت رفتارتون، اعمالتون، کردارتون، نیتتون، برنامهتون، هدفتون، سفرتون، نشست و برخاستتون یه عمر با هم زندگی میکنید مثل همه، بعد از مدتی چهره هاتون هم مثل هم میشه. خیلی وقتا به 2 تا دوست صمیمی که مثل هم افکار خوب دارن، برنامه‌های خوب دارن، با هم هماهنگن از درون و بیرون، وصلن، یعنی میگن این برادرته. بارها شده به من گفتن که فلانی برادرته، یا به شما گفتن فلانی خیلی شبیه توست. خب مثل من فکر میکنه، منم مثل اون فکر میکنم، با هم هماهنگیم. الارواح جنود مجنده.